سلام دوستان، به یک ویدیوی جدید خوش اومدید. امروز قراره چند نکته خیلی مهم و کاربردی درباره ارگونومی کامپیوتر باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی وقتها ما درست به صندلی تکیه نمیدیم و حتی پاهامون هم کامل به زمین نمیرسه. این موضوع میتونه به مرور باعث خستگی و فشار روی بدن بشه. اولین قدم اینه که کیبورد رو نزدیکتر بذارید و بعد با تنظیم ارتفاع صندلی وضعیت نشستنتون رو درست کنید. سعی کنید به پشتی صندلی تکیه بدید تا از کمردرد جلوگیری بشه. در قدم بعد اگر از میزهای قابل تنظیم استفاده می کنید میتونید ارتفاع میز رو متناسب با وضعیتتون تنظیم کنید. اگر نشسته کار می کنید ارتفاع میز باید طوری باشه که دستها در وضعیت راحت قرار بگیرند. اگر هم ایستاده کار میکنید یادتون باشه ایستادن بیش از حد هم مثل نشستن طولانی مدت میتونه مضر باشه. در نهایت توصیه میشه در تنظیمات مانیتور میزان نور آبی رو از 100 به 80% کاهش بدید، چون نور آبی میتونه برای چشم اذیت کننده باشه و در نتیجه رنگ تصویر کمی گرمتر میشه.